دوستان سلام، به چنل هواشی پلاس خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم افشاگری طناز، ماهرخ و امیرحسین را در مورد ترانه با هم بررسی کنیم. پس تا آخرین پست همراه من باش و ممنون میشم دکمه سابسکرایب بزنید. اسم من داره استفاده میکنه که بره بالا، یکی در میون استوریاش اسم من توشه. ببین چقدر پلشته، ببین چقدر بدبخته. ببین یه چیزی بهت بگم، گذر زمان همه چی رو نشون میده. فقط دقیقا ملت ما یه سریاشون واقعا صبر ندارن. یعنی امشب اینو میبینن یه ریاکشن نشون میده، اینو هیت میکنن، فردا میبینن یکی دیگه یه ریاکشن نشون میده، اونو هیت میکنن. خب صبور باشید، ببینید، آنالیز کنید، بذارید بعد متوجه بشید اصلا چه اونی اتفاقی. که سیاوش اون مگه میاد، زد ترانه رو؟ نه بابا اینجوری دستش مالید به لباس دستش مالیت ترانه. بهش. دقیقا منم کامنت گذاشتم سیاوش اصلا ترانه رو راست نزد. بعد ببین اون بچه میزد. رو به چه جنونی اون بچه رو به چه جنونی رسوند که اون اونجوری پاشو در بعد رده این زد. اومده به من میگه تو بی خانواده، بی خانوادگی از تو میباره، تو هر قسمت داری از یکی لب میگیری، بعد میای ببخشید پیجت، بدبخت پیجت رو شماره ترک منه برای اینکه ایران نگیرن پیجتو. پیجت دست منه، هیچ کاری بات ندارم. تمام چتات، تمام عکس و فیلم های نودت، همه چی تو دارم، رو نمیکنم. بدبخت پیجتو اونجا هک کردن، من برات درست کردم، داشتی التماس پسر آره. میگردی، میگفتم نکنن. اونجا هیچ کس کنار نبود. من اومدم گفتم آقا ول کن، هرچی اون توه ول کن، بیا من بهت کمک کنم، من برات پیجتو برمیگردم، بیا کارتو اوکی کنم. اینا به کنار. وقتی دارم میگم هیچی نداری، نگفتم خونواده نداری، میای تو میکاپ به من توهین خونه. تو اگه خونواده داشتی بلد بودی درست حرف بزنی، اگه خانواده داشتی خجالت میکشیدی انقدر لب و لوچه بدی. تو استانبول همه کلابا میشناسن، میری ساب کلاب و گردنشو اینجوری بغل میکنی که هزینه تو بده تو کلاب بمونی. چی میگی تو؟ من خیلی متاسفم بابت این که شرایط طوری شده که ما مثلا یه سری حرفا رو من واقعا بازم دوست ندارم بگیم اینا من رو، میگم ولی ببین همین خودشون تنشون نامزدش، میخواره، ما تنشون تو میخواره. خودت میدونی همین نامزدش با مدارک کلی چیز برا من برای فرستاد. تو من چیه؟ رو کل نمیکرد اینستاگرام پخش و کرده. خیلی چیزا رو من دارم و من کاری نمیخوام بکنم، چون من میدونم آقا تو کشور غریبی یه دختری، ولی یه ذره ساکت باش. وقتی میدونی من این همه چیز ازت دارم، انقدر نیا به خونواده من تو لایو و استوری توهین کن، نه انقدر به من فوش. تو چقدر میتونی بی شعور و بی شخصیت باشی که بیای کسی که میدونی همه چی تو میدونه و ساکته به خاطر اینکه توی کشور غریبی، اینجا یابانجی. اینو بفهم. چرا نمیخوای بفهمی؟ اینجا همین الان خودت میدونی چه بلایی داره سرش میاد. ببین میدونی چیه؟ متاسفانه آدما خودشون از کرده خودشون میخورن، هر اتفاقی که دقیقا. واسهشون میفته. ولی من نمیدونم چرا خب آرومم نمیگیرن که ما که چیزی نگفتیم راجبش. من خیلی اصلا من حرفی بخوام حرف نزدم. بزنم، من بخوام حرف بزنم، تو بخوای حرف بزنی، اون دیگه سرشو نمیتونه بالا بگیره. اومده ولی رفته باز استوری ما واسه سکوت دنیا میکنیم، باز دوباره گذاشته. زر میزنه. دنیا اومده تکسی که ازم تو حامله بودی، همه داشتن بهت دیس میدادن سر مهراد جمع. من آدمیم که زن حامله رو میپرستم، واسه من مقدس. یک زن حامله واسه من مقدس. حالا شخصیتت هر چی که میخواد باشه واسه من مهم نیست. وقتی یه بچه تو شکمت اومدم یه تکست بهت دادم، گفتم که آقا نگران نباش، تو بچه‌تو بزرگ کن، به فکر بچت باش، فلان باش اینا. آین نوشته I love my fan. بعد این خایمان دنیای عزیزم الگوی زندگیشو پیدا کرد. کی گفته؟ ترانه گفته؟ بابا من یه استوری گذاشتم که دنیای زمونه اون موقعی که مثلا حاشیه درست میکنه مثل دنیا جهان بخش تموم شده. دنیا اینو دیده، اومده آره. چت منو که براش فرستادم اسکرین گرفته استوری کرده I love my fan. خب بعد ترانه انگار استوری باشه، من نمیدونم این فن پیجا واسه من میفرستن که وای دنیا جون عزیزم من خیلی دوستت دارم فلان. بابا چقدر تو بدبختی، چقدر دنبال توجهی دیگه، انقدر اونجا داری نشون میدی دنبال توجهی، اینجا نه. یا الانم دارم حرف میزنم دارم گندت میکنم. خودتو پیج خودتو با پیج من مقایسه کن، من دارم گندت میکنم، تو چیزی به من اضافه نمیکنی. عصبیم.
عصبی نباش. چرا عصبی؟ نگاه کن ما اون همه به همون ظلم و ستم شد اونجا. خب حالا ملت که ندیدن تازه اولش، دقیقا. الان خوشحال میان مثلا هیت میدن، یه موقع یه حرفی میزنن، یه چیزی میکنن، بعدا خودشون از گفته خودشون پشیمون میشن. من واقعا اهمیتی نمیدم اصلا به این چیزا، چون میدونم تو چه دقیقا. مسیری بودیم هستیم و داریم میریم جلو. ولی چیزی که وجود داره اینه که خب بیا الان ما مگه کاری داشتیم؟ اون نامزدش اومده تمام هر آن چیزی که داره رو داره شیر میکنه و میگه این کارو کرده. و هر میگه کسی میونه نمیدونم دلش رو نامزدش میخوره. با من همدستی کرده. من نه همدستی دارم نه چیز. نامزدش دوستمه. من فهمیدم. حتی اومدن گفتن که تناز بیا مدارک رو کن. گفتم من نمیکنم. حتی مدرک اینم که گفتم نمیکنم هست. یا حتی طرفی که به من تکست داد که ایشون اینجوری اونجوری ازش اجازه گرفتم. اجازه هست من اینو شیر کنم که استوری کردم که بدونید. الانم نمیخوام زیاد از حد اسمشو بیارم گندشه. ببین آدم با این چیزا گنده نمیشه. این گنده شدن نیست. این اون که اینجوری فوش و لعنت و توف و دوست بد و داره بیرا دیگه. به خودت بگیری این گنده شدن نیست. دوست داشته باشه اشکال نداره. مارخ تو که یواش میدونی یواش. خونه نداشت. ببین یواش یواش عقلش که سر جاش بیاد خودش متوجه میشه دنیا از چه قراره. چون ما توی جامعه ایران داریم به هر حال فعالیت میکنیم و دقیقا. یک سری چیزا هست که اگرم این حرفا رو داریم میزنیم واسه اینکه دوست داریم مردم آگاه بشن، و اگرم داریم قضاوتی میشیم اگه سلام امیر حسین جان خوش اومدی، سلام سلام به همتون بچه. امیر حسین. ما اگه داریم توضیح میدیم مثلا دلیلی به توضیح وجود نداره. یه ریالیتی شو بوده بر اساس اتفاقایی که افتاده، یه ریاکشنای شده و تموم شده رفته و سلام. اگه ما دقیقا. داریم اینا رو توضیح میدیم به خاطر اینه که من حداقل به شخصه و تو دوست نداریم که فکر مردممون اونقدر درگیر باشه، ندونن که چی شده، اعصابشون به هم میریزه. چون من میدونم واقعا حتی یه وقتایی ملت دوست دارن پاشن با مشت بکوبن توی تلویزیون انقدر که هرس میخورن. ولی چیزی که وجود داره این وسط اینه که واقعا ما همه تلاشمون بر این بود که جو اونجا رو آروم کنیم، ولی فتنه های اونجا بودن که اجازه دقیقا. نمیدادن جو آروم بشه. هی نقشه میریختن. خودتون چند دفعه دیدین تو بابا طول همون برنامه؟ حالا بعد این قسمت همه. قبل همون آره قسمت قبل دارن دوتایی با هم به نقشه میچینن که ببین این هفته که خب ما کاپلیم حذف نمیشیم، هفته بعدم صابخونه به هر حال چرخشیه دیگه میفته دست ما حذف نمیشیم دیگه، میریم تا آخر. بعد هر کی میاد پیششون میگه آره ما اصلا ترسی از حذف، ما اصلا میخوایم حذف شیم بابا اونجا دوربین هستا، حرفای خودت این دراگ زیادی مغزتو سرویس کرده، نمیفهمی چی میگی. داره شروع میشه دیگه. یه ذره ملت طاقت بیارن همه چی واضح و مشخص میشه میره وقتی جلوتر. دقیقا. و اینکه نمیدونم تو هم واقعا خودتو ناراحت نکن سر این موضوع، چون من نه حداقل من میدونم ما چی کار کردیم. اتفاقا من یه چیزی بگم، من خیلی خوشحالم جفتمون داریم خوب پیش میریم، سرمون بلنده، جلو آینه میتونیم تو روی خودمون نگاه کنیم، تو روی خانواده‌مون نگاه کنیم و من و تو از هیچ چیزی ترس نداریم، چون من و تو تا آخرش اونجا، تا هر موقعی که اونجا بودیم خب میدونیم چی کار کردیم، دقیقا. میدونیم چی کار کردیم و برای همه روه. ما 24 ساعت اونجا زندگی کردیم دیگه، شخصیت آدما. بعد میگن اگه ترانه پشت میومده تیکه مینداخته فرار میکرد، چرا همونجا جواب نمیده؟ فرار میکرد. وایسا ماهرو خانم، تو که به ترانه گفتی بازی نخور، خودت چرا وارد بازی میلاد شدی؟ واقعا این سوال از من نمیدونم این چرا اینجوری شد؟ من چرا این شکلی شدم به تو نظرت؟ رفتی دوران قدیم. آره. باشه یه بچه ها سوال. میگم. بذار من یه احمد شاهین بگم. بگو، شاهین بگو تو. من این شاهین چجوری این اتفاق افتاد؟ دستت خورده رو فیلترا. خب ولش کن. میگه ماروخ چرا تو به ترانه به این گفتی بازی نخور، خودت وارد بازی میلاد شدی؟ آخه این سواله. این سواله. ما رفتیم اونجا که یه سری چیزا رو تجربه کنیم و با یه سری آدم آشنا بشیم، اگه از کسی خوشمون اومد باش وارد ارتباط بشیم، بیشتر هم دیگر رو بشناسیم و حالا بتونیم حالا کسی که دوستش داریم رو پیدا کنیم. خب میلاد خود شماها مگه ان میلیون تا چیز پخش نکردید از رابطه عاشقانه من و میلاد؟ اگه من بازی خوردم شما چرا بازی خوردید؟ احساس دیگه. احساسه. منم فکر کردم واقعیه. منم فکر کردم نقشی بازی نمیکنه.
من از کجا میدونستم؟ یه چیزی واقعا به قلبم گفت این اشتباهه. چرا؟ چون جلوی دوربین یه جور بود، پشت دوربین یه جور دیگه ای بود و من اینو حس میکردم و حالا بارها نمیخواد در مورد میلاد گفتم چیز بگی. خب دارن سوال میپرسن، میگم تو چرا بازی خوردی، تو چرا اینجوری کردی، دارم دلیلش رو توضیح میدم دیگه. چرا نمیخواد بگم؟ ببین یه چیزی بهت بگم تناز، من خب کاری ندارم کی با کی دوسته، کی با کی ارتباط داره، کی نداره. تو واسه من عزیزی و تمام کسایی که احترام منو نگه میدارن واسه من عزیزن. خب قربونت برم. ولی کسی که بخواد منو بازی بده یا بخواد بهم بی احترامی کنه یا حقی و ناحق کنه، واسه مهم نیست. میلاد اصغر صغرا کبرا اصلا مهم نیست. من از حق خودم دفاع میکنم و این حق منه. اون چیه؟ اجازه بگو. اینجا نوشته شما زن ستیزین چرا با زنا بدین. عزیزم ما وقتی الان مثلا الهه میاد تو، ما باش خوبیم، میگیم میخندیم، شبا میریم درد و دل میکنیم، میشینیم غیبت میکنیم دخترونه، درد و دل راز و نیاز و فلان و اینا. وقتی طرف ببینیم که داره به خاطر هر چیزی هر کاری میکنه، توهین میکنه، تیکه میندازه، یعنی ببین فکر کن اینجوری خوابی تازه لود شدی، کلا هم 4 ساعت 5 ساعت خوابیدی، اومدن به یه سختی بیدارت کردن، اینجوری پاشی و یک نگیری رو منو، نگیری رو منو، من دنبال حاشیه نیستم، نگیری رو منو، من با شما کاری بابا بذار لوچ، من نمیدونم مغزت ریدن توش، این چیه؟ این انسانی یا ربات؟ بذار ما لوچ، ما راست میگه، نداریم چیزه دقیقا چی. همینطوره، دقیقا نگیری رو همینطوره. منو، کی با تو کار داره؟ تو نگیر رو ما، کسی با تو کار نداره. آره اون مثلا میاد ادای اسکولا رو یه جا در میاره که بگه من خیلی سادم. بعد یه سوال، کسی که ساده باشه میاد بگه به همه که من خیلی سادم، من خیلی بی‌حاشیه‌ام، من خیلی واقعی‌ام. من توف کنم تو اون واقعی بودن تو که مغز 13 نفر 14 نفر رو گرفتی تو شیشه که به جایی برسونی که اون سیاوشی که ازش صدا در نمیاد اونجوری بکوبه رو میز. وقتی بچه‌ام این که به میگین پدر مادر تناز، طرف توهین میکنی. این که میگین تناز گفته فمینیستم، نه من هیچ وقت نگفتم فمینیستم. مارخ فمینیسته، من گفتم حقوق زن و مرد برابره. خب فمینیست، منم منظورم از فمینیست همینه، یعنی که زنها هم به اندازه مردها حق دارن، هر چیزی که مردها حق دارن زنها هم حق دارن. همین من تو هیچ نرو. چیزی افراطی نیستم، برابر، همه چیز من تو برابره. مصاحبم با فرشادم دارم توضیح میدم، بریم ببینین کامل گفتم که چی فلان. بعد اینا میان نمیدونم ربات چیه، کامنت فیک که پیج اینا رو ببندین فلان کنین. بابا چقدر بیکاره، میره پولتو واسه این چیزا میدی. کی همینا. نمیبینی کامنت ها رو؟ همش پیج فیکه، همه کامنت ها کپیه، همه فوشش میکنن کپیه، دیگه؟ همه. چیه بشه بسه که گل میده، قایق میسازه، حرفای عاشقانه میزنه و از قلب یه دختر استفاده میکنه، در صورتی که دوست دخترم داشته دیگه توضیح میگه. چی؟ بیا پایین. بازی میده اون طرف احترام. دقیقا همینطوره، دقیقا منم سر همون اومدم، وگرنه من با میلاد هیچ مشکلی نداشتم. حتی همه اینا رو هم که میدونستم من هیچ لایوی نذاشتم، حرفی هم نزدم دیگه. خودش شروع کرد دیگه، خودش شروع کرد، جوابش هم آقا گرفت. من حالا اگه زن ستیز بودم اون موقع که نامزدش پیجش رو نمیدونم بسته بود چیکار کرده بود، نمیرفتم بگم که عزیزم قربونت برم بغلش کنم، با اینکه اون تو انقدر توهین به من که بگم برای چی التماس یه مرد میکنی، بیا خودم برات اوکی میکنم، نمیخوادم نه کاری دارم نه منتی میذارم، منتم تا آخرش نذاشتم تا موقعی که بخواد چیز کنه، توهین کنه، نمک نشناسی کنه. بعضی وقتا آدم باید کارایی که کرده رو به روت بیاره دقیقا تا یادآوری کنه واسط. دقیقا ما زن ستیز نیستیم، ما بدذات طرف حق نیست. ستیزیم، ما بدذات ستیزیم، ما با دقیقا. بدذاتی نمیتونستیم اونجا کنار بیایم. طرف با مامان باباش چیزایی میگیم گردن که نمیگیرم بابا، من برای چی باید گردنش بگیرم حرف بزنم؟ تو ما برنامه گرفتیم. همینجوری حاشیه میساخت، الان بیرونم همینه، میاد استوری میذاره که من ریاکت بدم، نمیدم میسوزه، میاد کامنت میذاره، نمیدم میسوزه، میاد دوباره لایو میذاره به خانوادم فوش میده، دوباره میسوزه بس دیگه. علیو ندیدی چی چی شده؟ گذاشته بود استوری؟ آره من ماهرخ پس ما گرفتن دارم میرم بالا. من ماهرخ رو نمیتونم بگم، ماهرخ همه چیزش علکیه، بیرون گریه میکنه، زاری میکنه، آدم به درد نخوره، آدم کثیفی. بیرونم الان همینطوریه واقعا. یعنی من نمیدونم این آدم پلشت تو خودش چی میبینه که راجبه من اصلا حرف میزنه. تو اصلا تو بیرون تونستی منو تا حالا ببینی؟ تو خارج از این برنامه، نه قبل برنامه نه بعد برنامه، روی منم ندیدی.
حالا میره جلوتر بازم میبینید چی کارا میکنه، بازم میبینید همین ماهرخ چی جوری پشتش در میاد و در انتها روسیاهی میمونه واسه زغال. همونا که اونجوری با هم دیگه شدن یادته؟ حالا اسپویل نمیکنم، نگو. الان میبینی میخوام چجوری افتادن ببینم. به جون هم. فقط بچه ها منتظر قسمت بعد باشین رنده کردم. من خیلی صبرم زیاده، صبر میکنم، ولی موقعی که به اینجام برسه دیگه نمیتونم، بابا واقعا نمیتونم. میکروفون شهید شدیم. میکروفون رو ما خودمونم هنوز نمیدونیم کی برداشته، مشکل باورتون اینجاست. میشه میکروفون ما رو ما خودمون خودمونم نمیدونیم. کارگردان بهمون نشون نداده که کی برداشته، شاید توی ویدیو نشون بده، نمیدونیم. آره اینجوری. امیر گذاشته خشم تناس قسمت 26. نمیتونی امیر حسین رو بیاری بالا تو بر بیا، ستایی؟ بزن رو آیدی امیر حسین. چطوری؟ اگه خوبم. من معروف چی صدام شد؟ خوبه من که 10 دقیقه دیگه کنم. ما هم دیگه کم کم میریم، یه ذره باید صحبت کنیم. آره یه 2-3 دقیقه صحبت کن. دلم میگه برای میکروفون تنگ ارث شده. باباتون نیست که. بابا میکروفون گم بشه خودمون باید پولشو بدیم. چرا میکروفون متوجه نیستی؟ ناموس رو داشت اونجا برامون عزیزم. میکروفونش هم انقدر گرون بود خودمون باید پولشو آره یه میدادیم. چیزی حدود $5000 پولش بودش. مارخ جان خوبی؟ تناس امیر خوبی؟ حسین چطوری عالی. عزیزم، خوبی؟ راست دلتنگی ما. ویدیوهای جدید من چطوره؟ هم همینطور به خدا، عالی. اصلا بریم نمیتونم بریم نفس. بستنی بخوریم. امیر حسین فردا کجایی؟ من همین بغل. خیلی دلم براتون تنگ شده بچه، ولی تو این چند روز تا قبل کنسرت خیلی توی فشار کاری شدیدی کی هستم. دعوت می- کنسرت کجا؟ کنسرتمون توی خیابون بغداده. به، آه. براتون خیلی کیه؟ براتون گذاشتم پستش رو دیگه، با فرشاد خب قریشی و اوکی. هومن و دنسرا و خیلی داستانای عجیب غریب جذاب تو داریم. کی میای استانبول ما رو؟ من یک شنبه. بیا آنفالوهای ببینم. چی؟ چی؟ آنفالوهای جدید چی میگن؟ چیای جدید؟ آنفالوهای جدید. آنفالو. فالوهای آنفالو چیه؟ داستان اینجوریه که بعضیا چون که جنبه فالوور ندارن، خب یه ذره فالوورشون رفته بالا، هرچی فالوور میگن خب این گفت این کارو بکنم بذار بکنم، بعد میان وایس میدن رفیقم خاک پاتم میبوسم، ولی به خاطر فالوورام من مجبورم آنفالوتون کنم، ولی بدون که رفیقمی. آره دمش گرم. من یه حرف زدم حالا اینو خیلی یکی از دوستامون هم گفت، داداشم هم گفت بابا آیسن اسلامی یه 15-16 فالوور داره، همیشه هم داره طرف حق رو میگیره، با 400-500 هزار نفر حداقل خودمون رو نفروشیم. میگه چرا تناز نمیذاره ماهرخ در مورد داشتم میلاد همونو صحبت کنه؟ میخوندم. برای اینکه هنوز قسمت ها رو شما ندیدید و یو ماهرخ عصبانی میشه یه چیزی میگه راست اسپول میگه، اینو میشه نگاه کن خیلی پیگیر شدن. آره واقعا و همینه. من من برای خیلی خود عصبی ماهرخ میگم. میشم. من خیلی عصبی میشم در ارتباط با اتفاقی که افتاد و وقتی که عصبی میشم یهو تصمیم تایم پاره آره میکنم، بعد یه یهو چیزی میگه که میزنم تو نباید. اسپویل و فلان و بسار، بعد دیگه نمیشه جمعش کرد. واسه همینم تا اونجا که باید میدونستید و متوجه شدید دیدید همتون دیگه. میگه ببین فعلا یه ذره بچه همه رو دست گرفته دنده میده به همش. با به خدا من کاری ندارم. این چه فازیه؟ آره. آدما با اعداد و ارقام دارن تغییر میکنن دیگه، عیبی نداره. حالا مهم ارقامی نیست. نیومده وسط که ستونم. شما اجازه بده، ارزشون شما خودش. اجازه بده، صبوری اجازه کن. بدهید 1,000,000 من پارتی داریم. به به. ایشالله ایشالله. اشغاله. تعرفه بدم. چی؟ تعرفه بدم ما رو. تعرفه بده. موزیک والا چطور بود؟ عالی.
سر بچه کل اینستاگرام شده باید اشتباه بعدش رو جبران کنی. تیک تاک هم همینه. آره من برگام هنوز ریخته. آهنگی که برای ما خوندی اکسس شده نکسس شده بسته. آره اونو چیز کردم، اونو دابستانش رو گرفتم، موزیکش هم آماده شده، یه 2-3 تا موزیک خوب در کیسه آماده کردم و تا کنسرته باید هندلش رو بزنم. من یه چیزی بگم، میگه کامنت های تناز رو دیدیم، اونم دیدیم بچه ها. ربات، بذاری من یه چیزی در مورد اینستاگرام بگم. شما میتونید پول بدین به ربات برای مثلا من بیام واسه ماهرخ هیت بنویسم زیر پستاش، واسه خودم چیزای خوب بنویسم و چون مردم ما نسبت به چیزی که میخونن ریاکشن میدن، مردم هم تک و توک میان نسبت به اون چیزای کامنت ها بقیه کامنت ها رو میذارن. وگرنه ما هم بلدیم از این کارا بکنیم، فقط نمیخوایم همچین کاری بکنیم. ما رو الناز فرشاد مگه تو رو آنفالو کرده؟ والا شبش لایو گذاشت با من، گفت که من خیلی دوستت دارم و عشق منی و فلان و اینا. به فالووراش هم گفت من تناز رو دوست دارم، در مورد تناز صحبت نکنین. یو امروز دیدم که انگاری آنفالو کرده. گفتم بعدم یه تکسی اومده و حالا دیگه آره به من همینی که الان گفتی؟ برگام. پریسا هم قرار بود به من زنگ بزنه، من هنوز منتظرم زنگ بخوره گوشیم، ولی فهمیدم. حالا خوبه داستان رو خودش میدونه، ولی خب این که زشت یه سری رو بزنه اصلا قشنگ نیست. دقیقا. وقتی هر روز به من زنگ میزنی میگی که من میدونم من بازی خوردم من فلان من اینجوری من اونجوری، دیگه نه یا دورو بازی در بیار دیگه. داستان از مردونگی میشد حرف میزدیم، ما همیشه میگفتیم به بزرگی. با من خودم 3 قسمت از فینال گذشته تا قسمت 23 از من حذف فرشاد رو میکشیدم. فرشاد بعد میاد مثلا تو لایواش یه سری حرفا اینجوری میزنه، خب قشنگ بچه نیست دیگه. یه سوال نظرتونه همین جمع فردا بعد برنامه ساعت 12:30 شب لایو بذاریم؟ فردا که برنامه پخش نمیشه. آخ راست میگی. رفت پس بذاریم واسه چیز، واسه آره دوشنبه شب. هستم، منم شاهین رو حرف میارم. زیاده، حرف زیاده، ولی چیزی که میخواستم بگم طرفدارت ماروخ اینجا بود، میخواست یه چیزی بهت بگه. کی؟ ماروخ جان، تولد جات خالی بود حسابی. سلام چطوری؟ عزیزم ممنونم ازت. جات خالی بود. سلام قربون تو بشم من. شاهین. آره خدای جات خالی بود، داداشم بود. خدا حفظش کنه برات شاهین. امیر حسین. همین قربونت برم، خدای جات خالی بودش. حالا بقیه بچه ها پژمان و اینا، حتی فرشاد عزیزم جاش خالی بود. آره خدای خیلی جاتون خالی بود. حتی رو بگو. یه ما دوستشون داریم، ببین نداره. ولی من تعجب کردم از فرشاد، چون من فرشاد رو خیلی دوست منم دارم و اینکه نمیدونم دوستش چه دارم ولی چه منطقی پشت این کار بوده. قشنگ نیست دیگه، قشنگ نیست. با دیگه این به هر حال شاخ و شاخ من همچین تصوری ازش نمی‌کردم هیچ وقت. یعنی مگه تو رو هم آنفالو کرده؟ نکنه منم آنفالو کرده. الان میرم چک میکنم. اگر آنفالو کرده باشه یه لایو اختصاصی واسه فرشاد میذارم، موزیک براش میدم بیرون. ولی موزیک دیسلاب میدم. عیبی نداره، چون اینم فرشاد رو دوست دارم هیچ بهش نمیدم، موزیک دیسلاب میدم، میگم دستم و ول کن برو دیگه بس. شاهین کجایی؟ آره خلاصه. اشکال نداره، بذارید هر کی هر جوری خوشه همون جوری خوش باشه، کسی فقط پا رو دوممو نذاره. آره ایشالله آره که همه به موفقیت برسن، اینقدر عقده نداشته باشن که بخوان واقعا صحبت واقعا کنم. من آرزوی موفقیت برای تک تک آدمای حسود و ام، اه اه میکنم که به خواسته و آرزوهاشون برسن و بتونن ببینن. از اتاق فرمان اشاره کردن که نه ماهرخ تو رو فالو داره، مثل که چک کردن بچه ها. نه دیگه ما بد بودیم. نه آره بابا نکن دیگه، نزنین حرفا رو. به هر حال یه سری دلخوری ها و ناراحتی ها پیش میاد، تموم میشه آخه میره. مهم اینه که دلخوری ذاتشون بین خوب من و باشه. اون نبوده، تا ثانیه آخرش هم قربون صدقه بوده.
اینطوری نبوده و حتی برای منم نبوده کسی، ولی در مورد فکر میکنم مثل هم قضیه بقیه دوستان هستن که اسمشون رو نیاریم قشنگ‌تره. دقیقا. نظرتون در مورد حرفهای طناز، امیرحسین و ماهرخ چی بود؟ برامون کامنت کنید. ممنون میشم از چنل ما حمایت کنید و زنگوله رو بزنید تا از پست‌های بعدی باخبر بشید.